سلام علیکم. میخوایم ببینیم کی باهوش‌تره. رقابت بین من و خانم نجمه‌ای که نجمه نیست. حالا میفهمیم جلوتر چیه. خیلی هم ساده است. 14 تا سوال قرار پرسیده بشه. هر کی نکن. هر کی 16 تا میگن سوال قرار پرسیده بشه. حواسم میکنه. نزدیک‌تر باشه به سمت من. نه فرق نداره. چرا؟ هر کی که زودتر زنگو بزنه اون برنده است. اینو ما از اول اینجا گذاشتیم. عزیزم این بعد اینجا باشه، نزدیک‌تر به من. دیگه به عهده خود مخاطب هستم. من اصلا کلیپ ها رو دارم میگیرم ببینیم من چی کشیدم این مدت. چی کشیدی؟ حالا میفهمیم. جریمه‌اش ببخشید یادم رفت. جریمه‌اش چیه اینا؟ اگه چیکار شما کنیم؟ باختی خب اون که از اول مسلمه شما این بازی. اگه من باختم چه اعتماد به نفس بله. کاذبی. اینقدر قاشق فلفل خب میخوریم جلو دوربین. حالا شما که دلت میاد واقعا؟ بابا بحث دل، اگه دلی که کنه قطعش کن. خداحافظ شما. اون که دلم نمیاد بزرگوار، ولی خب دیگه بحث چالشه. یه چیز تندیو میزنیم. نه اگر شما باختی من برات یک بشقاب پر بادمجون درست میکنم، باید این بادمجون رو بخوری. نه آقا مسابقه رو کنسل بکنیم یه لحظه. من اصلا باورتون نمیشه ازدواج کردم که بادمجون نخورم. یعنی من واقعا رو بادمجون اصلا غذا نیست بادمجون. خب خب سعی کن که نبازی که نخوری. خب اگه شما باختی چی؟ اگر من باختم آره. برات یه بازی PS5 می‌خرم. نه خوب خوشم. با کارت خودت. من میگم وقت تلف نکنین دیگه. آره با کارت خودت برات آره. بازی PS5. نه کارت چی؟ نه مردم. اولین سوال، پایتخت ژاپن کجاست؟ کیوتو، توکیو، اوساکا، هیروشیما. بگو دیگه. شما واسه زنگ تو بزنی زن. بعد بگی. نه توکیو. بله. نفوس اومد. بله. توکیو. خب من میدونستم گذاشتم شروع شما قدرت من گرم کنی. خیلی خوب. بازی رو انتخاب میتونم بکنم از الان؟ چه بازی نه. باشه؟ نه خب. این از این بازیه که تخفیف زدن خواهش ارزون. میکنم. ما با همونم راضی. اولین انسانی که به ماه قدم گذاشت چه کسی بود؟ خیلی سخت خب یوری گاگاریان، باز آلدریان، نیل آرمسترانگ، جان گلن. اما این بازی یه برنده بیشتر نداره. نیل آرمسترانگ. بابا بازی کن بزن یکیشو بگو. خب حالا شما الان ببین اصلا این درست هست یا نه؟ درسته. شانسی گفتی. آره این تقلب نیست تا گرمم این گذاشتم. سوال بعدی، سال سوم کدام سیاره به سیاره سرخ معروف است؟ زهره، مشتری، مریخ، زحل. چه آدمی. میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟ بله، زهره، مشتری، مریخ، زحل. زحل؟ بله. نخیر. من با زهره اینجوری میکنی؟ آره مریخ. بله مریخ. آقا دیگه بازی حتمی شده دیگه. حالا ببینیم هنوز 3 تا سوال ما هست. نگاه کنیم بازی حتمی شده دیگه. اصلا من حرفی ندارم. 13 تا سالیم. طولانی ترین رودخانه جهان کدام است؟ آمازون، میسیسیپی، دانوب، نیل. من زدم. من چی؟ آمازون؟ الان کی زد؟ ایشون زد؟ من زدم بله. یه ویدیو چک لطفا. کی زد؟ آمازون دیگه. ها؟ شما هم باید بگید. منم بگم میسیسیپی. جفتتون اشتباه گفت. جدا خوب. من فکر می‌کنم میسیسیپی بودا. شما عزیزم سعی کن ببین این گرمایش جهانی رو همه چی تاثیر گذاشت، حتی میسیسیپی بزرگ. بفهم. سوال بعدی؟ سوال پنجمه؟ بله. خب معروف‌ترین جشنواره موسیقی در آمریکا چیست؟ الف، برنینگ من، 2 کاوچلا، 3 لولاپولیزا و 4 گلستونبری. بزن. نکن. واقعا نمیدونم ولی من بابا خب دیگه همین جسارت اینو داشتم که من اگر... بگم. من همیشه تو امتحانات گزینه 2 رو انتخاب میکردم درسته. گزینه 2 اشتباه، گزینه 4 درسته.
گزینه درست گفت. گزینه دو درسته دیگه. ببینیم. شانسی داری میگه همه نه شاهدن. من تو امتحانات 2 رو میزدم درست در میومد، یعنی مورد بوده به 4 مطمئن بودم ولی 2 جواب بوده. سال بعدی کدام کشور به سرزمین آفتاب تابان معروف است؟ سال آشپزی نداشتیم بپرسیم. حالا بذار بریم جلو. نه. چین، خب. کره جنوبی، ژاپن، تایلند. تایلند. ژاپن. باریکلا. دیگه بالاخره 5. ببین مرا آشپزی بود. بله. نه الان چی؟ من درست گفتم؟ من درست گفتم. نه من گفتم. تایلند چین بود؟ ژاپن. بابا من گفتم. بابا آره درسته من گفتم. اولین پادشاه هخامنشی که تخت جمشید را ساخت چه کسی بود؟ کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، خشایارشاه، کمبوجیه. کوروش. خشایار. داریوش. بابا خشایارشاه. داریوش. درست. خب نه دیدین دیگه به فاز آوانس هم من داشت. به ایران بیشتر مسلط دارم. حالا مسلط داره. بله مسلط هستم. مسلط هستن. شنونده عاقل باشد. شنونده بگید آقا برید سال بعد ما الان تا صبح بعد اینجا چیز بود. کدام شهر ایران به شهر بادگیرها معروف است؟ بله. کاشان، کرمان، شیراز، یزد. من نمیدونی چرا کرمان زدی؟ چرا؟ کرمان رفتیم خیلی باد می اومد. کی رفتی شما؟ من رفتم. با کی رفتی؟ نه بگو ببین. بادگیر یعنی از این چیزا دارن؟ بله. از این چیزایی که اسمش چیه؟ فرفره. نه. نمیدونم. الان یعنی نمیدونی نه بادگیر من یعنی فقط چی؟ میدونم اونجا باد میاد. خب من دوباره میگم. دوباره آره. بگی لطفاً. کاشان، کرمان، یزد، شیراز. یزد. درسته؟ بابا نکنی. بزرگترین جزیره ایران در خلیج فارس کدام است؟ کیش، قشم، هرمز، هنگام. قشم. بابا بذار اول من اصلا قانون رو لطفاً بگو توجیه شما. بکن. بگو نمیدونم اینو اعتراف کن. چه آدم. بگو. نه اجازه بدین ببینید چرا ما توضیح میدی؟ کیشو دور زدیم خیلی بزرگ بود. من قشم دالا نرفتم. فکت جالبی بود. کیش خب خیلی باحال. سال بعدی لطفاً گرم 3-4 نیست یکم؟ شدیم. نه اصلا. اولین دانشگاه ایران که در زمان باستان تأسیس شد چه نام داشت؟ دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه نیشابور، دارالفنون، مدرسه نظامیه. دارالفنون. جندی شاپور. نه بابا بی خیال. جندی شاپور گزینه چند بود؟ یک. 4 شدیم. به خدا اگه بدونه. یعنی چی؟ اصلا من اینو مطمئن رو حواس زدم چون مثلا نمیدونه. از کجا اینو میدونستی؟ چی بود؟ جندی شاپور بود؟ بله. سوال بعدی. آقا من بادمجون نمیخورم. و همینو ویدیو میگیری باید بخوری یه کاسه با اینجا قاشق میگم بیدم. بعد به جای قورت نه بدی. اصلا به خدا نمیدونه. یعنی من مثلا کجا دارم میگم؟ من بهت احترام گذاشتم سوال بابا آخرین سال تاریخی که من از خانم مجید پرسیدم گفتم تاریخ دیروز چی خوردیم ندونست. اون الان جابجا چطور؟ نبوده اصلا احتمالاً. چطور الان؟ بریم سوال بعدی سوال 50. کدام شهر ایران به پایتخت فرهنگی معروف است؟ اصلا سوال ایران نه، همه باید امتیازش ماله این داره یه نه، جوری به بفهم. میخنده انگار میدونم. جواب. جوابها: تهران، شیراز، مشهد، تبریز. تبریز. درسته؟ خدایی بستین باهاش. اصلا من اولین بار دارم این سوال تاریخی رو درست جواب میده. شما اگه تا غلط بود؟ غلط بود. به خبری که همتون به دستم رسید توجه کنید اشتباه گفت. شیراز. نه نمیتونی عوض کنی. سوال پایتخت تاریخی بود. فرهنگی. پایتخت فرهنگی یه بار دیگه بگید. تهران، شیراز، مشهد، تبریز. شیراز. من تو نفسم میگیرم. بگو نمیدونم. این نمیدونم. وایسا ببینم. من میگم مشهد دیگه. چون خیلی وقت مشهد مشهد رو انتخاب میکنم. خانم نجمی درست گفت شیراز.
چه رنگی از ترکیب رنگ آبی و زرد به دست می آید؟ بفهم. آبی و زرد. آبی و زرد. که دیگه بچه هم میدونم. قرمز، سبز، نارنجی، بنفشی. من زودتر زدم سبز. نارنجی. سبز. از ایران عبور کردی. آماده 5-5 باش. شدی؟ 5-5 آره. شکر. شانسی گفتی اینو نه؟ چون نه من دو بابا. رنگا فکر کنم نه عزیزم، این چه من- رنگیه؟ من توسی. چی؟ توسی. این چه رنگیه؟ وای آقا من مسابقه من تشخیص رنگه. پس شما سوال هم دوستان شانسی تعیین گفتی میکنن. دیگه. نه عزیز من خیلی خوب حالا سوالات من بعد. از بچگی تازه نقاش شدی بودم. 5-5. بله سال بفهم شما اصلا نمیدونم چه تعداد قاره در جهان وجود دارد؟ جغرافیا. 5 6 7 8 5 7. 7 ببینید من اصلا اولی که ازدواج کنم گفت یعنی گفت که من نکن گفت من قبلش معلم بودم حقیقتا ولی خب خانواده‌ام چون نذاشتم من ادامه بدم اومدم مثلا دارم کار متفرقه پذیرش میکنم نداری؟ اینا رو تو از پذیرش کجا داشته داری باش. اصلا من بدم میومد اصلا من از جغرافی نام بزرگترین اقیانوس جهان چیست؟ اما گزینه‌ها رو نگیم بگو راحت اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام، اقیانوس هند، اقیانوس منجمد شمالی. آرام. اقیانوس اطلس من آقا واقعا پرام ریخته یعنی اگه شما تصویر رو زوم بکنید محیط همسون تو اینا رو اصلا نمیدونستی این فقط داره با اعتماد به نفسش میگه فقط مگه داره تا با حالا اعتماد به ازم سوال نفسش کرده بودی میگه بزرگترین اقیانوس کجاست؟ اصلا راست میگه تا حالا بحثش هم نرفت خب چقدر دیگه، بلدی بله، خواهش خب می‌کنم. میگفتی اینا رو هم هر فکر چی می‌کنی. گاماس من خودمو نشون میدم. سوال بعدی، اولین کتاب چاپ شده در جهان چه نام داشت؟ قرآن، انجیل گوتنبرگ، تورات، دیوان حافظ. یواش مال تو بذار اول من بزنم من اول زدم برو دستم زد انجیل. نه اجازه بدین آخری چی بود؟ دیوان حافظ. نه اون که قطعا نه دیگه بزرگوار بعدش چی بگم نه بگو نمیدونم. آقا یعنی چی؟ بذار من داره انجیل. حواسم بد میکنه گفت چی؟ گفتم تورات. گفتم چیز. انجیل گفت آره. تورات بعد کلاس وایسا بعد کلاس بغلیشون هم تاریخ درس میداده یعنی همینطور که معلم جغرافیا بوده نه اینو ما رفته میشنیده بودیم معلم. کلیسای اصفهان یه انجیل بهم داده بودن قرمز بود و جلدش زرشکی بود داخل اون نوشته بود در زمانهای دوران راهنمایی. پس چرا شروع مسابقه رو اینجوری کردی من امید کاذب دادی خواستن گرمت کنن. سوال بعدی، کدام فلز به طلای سفید معروف است؟ نقره، پلاتین، آلومینیوم، قلع. پلاتین پلاتین. درسته الان بچه چیکار کنیم؟ چون اول من زدم دیگه قانون یک دوتایمون مسابقه درست گفتی. قانون یک سنگ مسابقه کاغذ هر کی قیچی. زودتر سنگ زد کاغذ قیچی. آقا این نه این داره با تمام بازی رو خراب میکنه بابا سنگ کاغذ قیچی بیا. آقا یک، مگه دو، سه. قانونی- سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. چرا یواش میاری؟ باشه مثلا به دست ندیدم اونجا رو منم دارم نگاه نکن. میکنم سنگ. وای به دست من نگاه. سنگ کاغذ قیچی. تا سه بار. سنگ کاغذ قیچی. چه دیر میاری؟ باشه من اصلا دارم اون نگاه میکنم سنگ کاغذ قیچی. سنگ داری نگام جر بده. نه. سنگ کاغذ قیچی. چرا نگاه نه کردی؟ اینو واقعا دیره خب سنگ کاغذ قیچی. یک. سنگ کاغذ قیچی. سه برو بریم دوستان تازه ادامه شدیم 8-6. در چه سالی اولین بازی‌های المپیک مدرن برگزار شد؟ 1896 1900 1912 1920 به افتخار 0912 1912 دو هم داره یه بار دیگه میشه گزینه رو بگی؟ 1896 خب 1900 خب 1912 1920 گزینه اول. خودشون هم یادشون واقعا سوال این بود که مسابقات المپیک که برگزار شده اون کسی که برگزار کرده خدا شاهده بپرسی میگه من شک دارم این دو تا عدد تو الان چطور اینو گفتی دیگه ازم کسی که تربیت آقا بدنی من خونده. امضا میکنم ما یه دور دیگه هم این چالش اطلاعاتمون بریم این داره رو اعتماد به نفسش جواب میده چیزی شما که- فکر خب نکنین اطلاعاتش خب در مورد زیاده چیزی که نداری چه صحبت میکنی؟ کدام کشور
به سرزمین هزار دریاچه معروف است؟ نروژ، کانادا، فنلاند، سوئد. من اول زدم. بگو اشتباه میگی. بابا اصلا زنگ بازه. فنلاند. نروژ. اوه یس. تازه نو هست. You know what؟ نه بعد خب معروفترین کوه آتشفشانی ایران کدام است؟ خواهم جغرافیا بذار اینجا. اصلا گزینه نگید بهشون بگه. سهند، دماوند، تفتان، سبلان. تفتان. بابا من زنگ میزنم تو میگی قضیه چیه؟ اجازه بدین. فکر نکن سریع بگو. دماوند. 9-8. کوچکترین کشور جهان کدام است؟ نه خدای از قبل همه سوالاتون رو جغرافیاست چرا؟ فهمیدین بلده داری میگی. نه عزیزم. آقا اصلا مگه یه میشه سوال این در سوال مورد جغرافیا؟ فامیل ما بپرسید. یه سوال نه سوال نه اینا رو که آشپزی اینا رو که من بپرسید. خدافظی در مورد کنم. آدرس 4 تا خیابون اصلی مشهد. نمیتونم. 4 تا خیابون اصلی تکنولوژی. شاهرود. 4 تا خیابون اصلی قم. نمیتونی وای چقدر عزیزم. جغرافی بلده. آقا بگین ببره اصلا این اسم این سوال ویدیو عوض میکنیم یه سوالی. خب معروفترین اثر هنری لئوناردو داوینچی چیست؟ شام آخر، مونالیزا، زایش ونوس، مجسمه داوود. شام آخر. زدی رو دستم مونالیزا. معروفترین غذای سنتی اصفهان چیست؟ بفرمایید. میشه لطفاً این زنگو یکی بیار اینجا نگه داره؟ بیا ازم بیا دور بیا. باشه ولی هر کی زودتر باشه زد. باشه. اصلا قانون اول توضیح نیست یا. باشه سوالا رو بپرسین. خب دست ببر آقا. بیا 2 تا اینجا. اولی قیمه نثار، دومی بریانی، سوم آش رشته، چهارم کباب کوبیده. بریونی. بریونی ولی زودتر گفت. چه فرقی میکنه؟ میخواد شما زودتر بزنی؟ یعنی چی الان؟ یعنی برد الان؟ بله. باید بادمجون بخورم دیگه. بگو با چقدر اختلاف باختی. بریم سری. 10 بریم سری. خانم چهار معلم یه دقیقه اختلاف. شما هیچ اصلا نگو. قبول کن پذیرش آقا من داشته قبول باش. کردم. الان بگو برای هم- ادامه بگو ویدیو بادمجون همسرم خوردن منو با ببینن. افتخار برات یه دسته گل میگیرم که انقدر اطلاعاتت بالا. یا دسته گل یا بادمجون. من حاضرم دسته گل بگیرم. چه ربطی داره؟ نگفتم یا جریمش کدوم با برام از دسته شرط گل نبود. نذار. جریمش با بگو دسته گل نه، بادم. بادمجونه. حالا دسته گل که باید بخری. ولی خب آقا در بادمجونم ادامه می‌خوری. ویدیو ما اینو یه تیکه چون دوستان الان نمیتونن بادمجونش رو سریع درست بکنه میگیرن ما بابا الان شو میبینید من بدون چجوری دارم هیچ نون می‌جویی، بادمجون قورت میدی. میخورم. یک کاسه ازم با گوشی بادمجون. فیلم میگیره. باشه بابا دیگه هم آقا نزن چالش. بای بای. بیا بیا چیه؟ بخورش. جریمه رو مثل درست میگن آدم انگیزه پیدا کنه. بخورش عزیزم. آقا من اینو میخورم ولی ببینید شما شاهد بودید در بازی که اطلاعات رو رسوندم. نعمت خدا چه انقدر مردم دوست دارن اینقدر. ببین اینو چی؟ تازه برات تزیینش هم کردم. تزیینم کرده. آره کنجد زدم روش کردم. نه قاشقو بذار سر جاش اونجوری نه. قشنگ پرش کن مثلا برنج چجوری میزنی؟ جوری ببین نوبت تو هم میرسه. اون دودیه چه اونجوری میکنی؟ هم میرسه. دهن باز حالا بجو قرددی تو دهنتو باید ببینم. یکی دیگه یکی دیگه نه یکی دیگه نه بخور یکی دیگه همونو بخور. مجبور باشی همه کار میکنه. قشنگ به جو اون تخماش بیاد زیر دندونه.